سلام، من اومدم با یه اسفناج پلو خیلی خوشمزه. اگر از غذاهای تکراری خسته شدید حتما امتحان کنید. این رسیپی مخصوص مونالی فوده و هیچ کجا پیدا نمی کنید. 500 گرم اسفناج رو تهیه کنید و کاملا خرد کنید مثل تصویر و همچنین 300 گرم گوشت چرخ کرده که میتونید به جاش از مرغ هم استفاده کنید. 1 عدد پیاز بزرگ را نگینی خرد کرده و کاملا تفت دهید تا طلایی شود و زردچوبه را اضافه کنید. 2 حبه سیر را پوره کرده و به پیازها اضافه کرده و کاملا تفت دهید تا سرخ شود. یه نکته خیلی مهم، وقتی که شما گوشت چرخ کرده رو اضافه میکنید بعد کاملا سرخ کنید مثل تصویر تا داخل برنجتون بوی زهر نده. به مقدار کافی نمک و فلفل هم اضافه کنید. اینجا هر ادویه‌ای که همیشه برای گوشتاتون استفاده میکنید میتونید به گوشت چرخ کرده‌تون اضافه کنید. 2 قاشق زعفران آب کرده هم اضافه کرده. در صورت دلخواه وسط تابه را خالی کنید و 100 گرم گردو اضافه کنید و سرخ کنید و در آخر سر با هم مخلوط کنید و میتونید گردو هم اضافه نکنید. در تابه دیگر 2 عدد پیاز را خلالی خرد کنید و حسابی سرخ کنید تا مثل رنگ تصویر شود. در تابه دیگه اسفناج ها را اضافه کرده و کاملا سرخ کنید تا آب آن کشیده شود. دو تا 3 پیمانه برنج رو آبکش کرده و اسفناج ها را داخل آن ریخته و کاملا با چنگال مخلوط کنید. ته قابلمه را از هر تدی که دوست دارید استفاده کنید و مرحله به مرحله اول برنج‌ها، بعد گوشت و بعد پیاز را اضافه کرده و در صورت دلخواه از ادویه پلویی برای خوشمزه تر شدن برنجتون میتونید استفاده کنید. در آخر سر میتونید از 2 قاشق زعفران برای خوش طعم شدن و خوش رنگ شدن برنجتون استفاده کنید. حتما این اسفناج پلو رو امتحان کنید و این رسیپی مخصوص مونالی فوده و هیچ کجا پیدا نمی کنید. حتما درست کنید و امیدوارم لذت ببرید.